بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر. یا مثال شخصی را که از دهکده‌ای گذشت که بر سقف‌های خود فرو ریخته بود. گفت چطور خداوند اهل این دهکده را بعد از مردن آنها زنده می کند؟ پس خداوند او را 100 سال بمیراند، سپس او را برانگیخت، یعنی دوباره زنده گردانید و به او گفت چقدر در این حال درنگ کردی؟ او گفت شاید 1 روز یا قسمتی از روز درنگ کرده باشم. خداوند گفت نه، بلکه 100 سال درنگ کردی. به غذا و نوشیدنی خود ببین در آن تغییر نیامده است و به سوی خر خود ببین و برای اینکه تو را نشانه به مردم بگردانیم و به سوی این استخوان‌ها یعنی استخوان‌های خر بنگر چگونه آنها را از جای آن بالا می کنیم و به هم پیوند می دهیم، باز آنها را با گوشت می پوشانیم. هنگامی که برای او این حقایق آشکار شد گفت می دانم که بیشک خداوند بر هر چیزی تواناست.